به نام خدا کاکاون هستم. امروز برای آموزش چیز کردن تیغچه برش یه دونه تیغچه انتخاب میکنیم 8x8 حدوداً 8-9 سانتی است. ببین کامل یه تیغچه است. لطفاً حالا میایم روی سنگ رومیزی روشن میکنیم و این برشی که باید انجام بده اینا دست من هست. قبلا اینو تیز کردم. برش باید سمت چپ، همیشه ذهنتون باشه که یادتون این برش نیفته اینور. سمت چپ روی دستگاه قرار میگیره، روی عینکی باید سمت چپ باشه. ببین برشی که قبلا چاپ شده. حالا ما مرحله اول آموزش بهتون میدم. یه تیغچه انتخاب کردیم، میاریم اینجا با این سمت از پایین به بالا مثل چاقو، پایین لاغر تا میاد به بالا می. اینم آب صابون مخصوص خنک کردن. اینقدر بار برمیداریم تا حدوداً اندازه برشی که میخوام 1.5-2 میل. ببین تا به اینجا رسید حدوداً 1.5. مهمترین کار ببین جلوی برشمونه. زاویه های برش رو لطفاً زاویه لاغر میاد تا بالا گیر نکنه. ببین زاویه براده به اینجا میگن اگه دوربینشون بده. یه زاویه اینه حدوداً 45 درجه. ببین فکر کن 90 روی سنگ در میاریم. به همین زاویه برشه، زاویه براده است. این یه قسمت بار برمیداره روی دستگاه. این قسمت این زیر باید خالی بشه، زیر باید خالی بشه روی بالا. ببین این یه قسمت هست. این سه قسمتی که بار برمیداره. ببین این سه قسمت کامل نشون بده.